علی هریسچی هستم، وکیل در منطقه واشنگتن دی سی. دفتر حقوقی ما از طرف 2 تن از کارمندان برکنار شده بخش فارسی صدای آمریکا، خانم افسانه جنگجو و اردوان روزبه، شکایتی را از مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا خانم ستاره درخشش و BBG به خاطر نقض حق بنیادی آزادی بیانشان در دادگاه فدرال آمریکا مطرح کردیم. این شاکیان به خاطر بیان نظراتشان و افشای رفتار غیرحرفه‌ای مدیران بخش صدای آمریکای فارسی در نهایت از کار برکنار شدند و در نتیجه ضرر و زیان مالی و معنوی بسیار زیادی بر آنها وارد شده است. برخوردهای این گونه باعث شده که فضای خفقان و ترسی در بین کارمندان فعلی صدای آمریکا ایجاد بشه. امیدواریم با روند قضایی بتوانیم جلوی این گونه تخلفات فعلی بخش فارسی صدای آمریکا را بگیریم.